این نورسان از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 در ناحیه واسه خواهش اشتراک نمودن در دور مکتبی آزمون جمهوری فروغ یوسف دانایی کتاب است را دارند. آوازه و شهرت آزمون فروغ یوسف دانایی کتاب است ذوق کتابخوانی را در دل هر کدام آنها جا نموده است. با مقصد شناسایی از آمادگی خوانندگان و دور مکتبی مأموریت مکتب رقم 1 با اشتراک داوطلبان مؤسسه چهاربینی سنجشی در سطح آزمون تشکیل نموده با اشتراک والدان خوانندگان آن را در سطح بلند دایر نمود. پیش از آغاز سنجش در همایش با اشتراک والدان و خوانندگان طلبات-های آزمون به سهم اشتراکچیان رسانیده شدند. آزمون‌هایی که جناب عالی پیشوای معظم ملت تشکیل کرده است فروغ صوبی دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت، تاجیکستان وطن عزیز من و دیگر آزمون‌ها را آماده کرده است که شوق و رغبت خوانندگان امروز خیلی به خواندن کتاب‌ها زیاد گردیده ایستاده است. در این بابت رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید نیز سال 2025 را سال فرهنگ کتابخوانی اعلان کرد و ما امروز اقدام گرفتیم که سنجش خوانش کتاب‌های بدیعی را در میان خوانندگان با اشتراک پدر و مادران گذرانیم و ما شاهد گشتیم که پدر و مادران از برگزاری این نمود چهاربینی خیلی شاد گردیدند و این آزمون‌ها، این چهاربینی‌ها، این سنجش‌ها شاگردان را بر رویه وطن دوستی، خویشتن شناسی، میهن پرستی تربیت می‌شوند و خوانندگانی که با خواندن کتاب‌های بدیعی مشغول شدند این علاقه از آن شهادت می‌دهد که در آینده آنها را یگان نمود گروه‌های ضد دولتی و گروه‌های نامطلوب و خودشان جلب کردن نمیتونند چون که آنها سواد کافی دارند و آنها را خواندن کتاب‌ها بر روحیه وطن دوستی رعایت می‌نماید. بعد همایش معرفتی سنجش با اشتراک اعضای کمیسیا عبارت از رهبریت مؤسسه آموزگاران فن‌های زبان و ادبیات وابسته به زیاد بودن شماره داوطلبان در یک چند صنفخانه‌ها گذرانیده شدند. هر یک اشتراکچی سنجش برای اشتراک در دور مکتبی نامگوی ادبیات‌ها کتاب‌های خوانده‌اش را نزد اعضایان حکمان پیشنهاد نمودند. طور معین گردید هر یک نفر از 10 تا 21 عدد از اجراریات ادیبان کلاسیک و معاصر تاجیک نمایندگان ادبیات جهان کتاب‌های بدیعی مطالعه نمودند. رئیس ولایت ختلان محترم دولتعلی سعید سال 2025 را همچون سال فرهنگ کتابخوانی اعلان نمود و امروز در مؤسسه ما این آزمون با نفوذ گذرانیده شد و من نیز در آنجا اشتراک نمودم. گفتنی هستم که برگزاری چنین آزمون‌ها از جمله آزمون فروغ یوسف دانایی، علم فروغ معرفت و دیگر آزمون‌ها برای بلند برداشتن حس ما جوانان و خوانندگان برای کتابخوانی می باشد. از این رو گفتنی هستم که یکی از فایده های چنین آزمون برای ما از این عبارت می باشد که ما قضاوتگر می شویم، ادبیات تاجیک را نسبت به ادبیات جهان مقایسه می نماییم. برای همین هر کس که خواهد آینده درخشان داشته باشد کتاب خواند، زبانش را بفهمد، به دنیایش وارد شود، دنیای خود را با دنیای کتاب، زبان کتاب، عالم فانتاستیک و ریالیستی و آباد سازد. کتاب نه تنها غذا بخش این ماست بلکه شفا بخش روح ما نیز می باشد. علیشیر نوایی می گوید که زبانی به زبانی کتاب زیباترین، شیواترین و فهماترین زبان در روی دنیاست. در سنجش سن سال خوانندگان را به نوبت گرفته و وابسته به آن صنفخانه‌ها را جدا کردند. رفت سنجش‌ها در همه صنفخانه‌ها با اشتراک والدان صورت گرفتند. داوطلبان با ذوق بلند شعر، حکایه، افسانه و داستان می‌خواندند. طبق اطلاع رهبریت مؤسسه در نتیجه کاربری آموزگاران عاید جلب نمودن کودکان به مطالعه کتاب‌های بدیعی مناسبت کودکان به خواندن کتاب‌های بدیعی جدی‌تر گردیده است. اکنون در جزءانشان کودکان با کتاب‌های درسی آنها کتاب‌های بدیعی را هم همراه می‌گیرند. در صنفخانه‌ها صنف‌های بالایی از سنجش می‌گذرند. آنها آمادگیشان به دوره مکتبی آزمون جدی‌تر می‌باشد. از شامه فردوسی از داستان‌های آن از 100 تا 400 مصرع شعر از یاد نمودند. ورانم تخمینا سهراب کرد چو 3 ساله شد سازی میدان گرفت. غالبان سنجش در محیط تنتنوی با سپاسنامه‌ها و منتداری رهبریت مؤسسه قدر کرده شده برای اشتراک به دور اول آزمون فروغ یوسف دانایی کتاب است دور مکتبی راه یافتند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.